بیاییم نماز بخونیم، رکوع بکنیم، سجده بکنیم، باز بریم برایم دشمنی، کینه، کدورت. بیاییم نماز بخونیم، باز در فکر خواهر مسلمان خود باشیم. نماز بخونیم، باز بریم لواطت بکنیم. نماز بخونیم، باز بریم به طرف زنا رجوع بکنیم. نماز بخونیم، باز بریم غیبت بکنیم. نماز بخونیم، بریم سرقت بکنیم. نماز بخونیم، بریم به یک مسلمان، یک برادر مسلمان ما را خونش به ناحق برسیم. الله متعال در سوره مائده می فرماید آیه 32: بسم الله الرحمن الرحیم فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی یک انسان بیگناه را از بین میبره به مثل است که تمام بشریت را از بین برده. امروز من و شما میبینیم که چقدر طفلها، مادران ما، پدران ما جانهای شیرین خود از دست میدن. اما ما چی میکنیم؟ شب و روز در فکر غیبت و تهمت و شب و روز در فکر تعصب و دشمنی هستیم. تا اینکه دست با یکی نکنیم، از تعصب و قوم پرستی دوری نکنیم، همین روز زندگی ماست. همیشه شاهدی هستیم که خواهر ما، برادر ما بالای ظلم صورت بگیره. زمانی که طفل بلند میکنی میبینی خونالود، قلب انسان تک میشه. زمانی که جوان میبینی چی در هر گروه و هر حزبی است که میبینی که در روی زمین افتیدگی است، خونالود، قلب انسان تک میشه. اما ما چی میکنیم؟ ما هیچ تغییر نمیکنیم در زندگی خود. ای کاش فهم از اسلام می داشتیم. کشورهای خارجی به یک پرنده احسان و نیکوکاری میکنن. در افغانستان به هم جنس خود، به برادر مسلمان خود، برای کسی که واقعیت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را خونده، کسی بر ازو چی نداره؟ باور نداره، کسی بر ازو احترام نداره، کسی خون از او را واقعیت ارجمند نمیشماره، میگه بان که بمیره، خوب شد که فلانی مرد، هیچ پند و اندرز ما نمیگیریم. ای کاش که ما فهم از اسلام می داشتیم، فهم واقعی اسلام، فهم واقعی آخذا بالنواصي أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي بي لخلاص.